بحث امروز خیلی جذابه. میخوایم بدونیم تو سفر به استانبول چی بخوریم، کدوم غذا اصلا محبوب ترن و کدوم رو اگه نشناسیم از دست دادیم. از صبحونه‌های رنگارنگش شروع میکنیم، بعد میریم سراغ غذاهای محلی و خیابونی و معروف‌ترین دسراشون. سلام، من علی ام و به کانال کارناوال خوش اومدید. بریم با هم بخش اولو ببینیم. منن یه جور املت ترکیبی با تخم مرغ و گوجه و فلفل سبزه که خیلی هم شبیه املت خودمونه. ولی بعضی وقتا بهش پنیر، سوسیس یا سوجوک هم میزنن و با نون تازه حسابی میچسبه. بورک از خمیرهای لایه لایه درست میشه و توش با گوشت و پنیر و اسفناج و سیب زمینی و مواد مختلف پر میکنن و توی روغن داغ سرخ میشه یا توی فر میپزنش و واقعا لذیذه. بعدش گوزلمه است که اینم شبیه بورک و مواد رو توی لایه خمیر نون نازک پر میکنن و توی صفحه فلزی استارچ ترکی درستش میکنن. سیمیت هم که اکثرا میشناسید، معمولا صبح با چای خورده میشه یا عصرا با زیتون و پنیر مصرفش میکنن. یکی دیگه از صبحانه هوس‌انگیز ترک‌ها مهلماست، یه جور خوراک کشدار درست شده از پنیر محلی، آرد ذرت و کره زیاد. خیلی مقوی و سنگینه، ولی اگه تجربه نکنید نصف لذت رو از دست دادین. و در نهایت اگه کافه رستوران رفتین، حتما سینی کاهوالتی رو سفارش بدین که گل سرسبد صبحونه‌های ترکیه. انواع پنیر، زیتون، مربا، عسل، خامه، نیمرو، املت، هر چی که بگین توش پیدا میشه. در واقع میتونم بگم یکی از بهترین تجربه‌های صبحونه ترکیه همین سینی کاهوالتیه. بعد از صبحونه وقتشه بریم سراغ رستوران سلف سرویس که معمولاً اطراف خیابون استقلال یا محله‌های شلوغ استانبول زیاد پیدا میشن. و بهترین جا واسه تست غذای خونگی و محلی استانبول همین جاهاست. تو این رستوران‌ها یه سینی دستت میگیری و هر چی که خوشت اومد و سفارش میدی. از انواع دلمه گرفته تا خوراکای گوشت و مرغ و انواع سوپ یا غذای برنجی مثل همین نخود پلو معروف ترکی. خلاصه هر چی که بخوای تو این رستوران سلف سرویس ترکی پیدا می‌کنی. یکی از معروف‌ترین غذاهای خیابونی استانبول کوکورچه. روده گوسفندی پیچیده شده درستی که مثل دونر کباب میشه توی نون اکمک سرو میشه. شاید اولش عجیب باشه ولی خیلی ها میگن یکی از خوشمزه‌ترین غذای ترکیه همین کوکورچه. یکی دیگه از محبوب‌ترین غذای ترکیه ساندویچ ماهیه که کنار پل گالاتا زیاد پیدا میشه. فیله ماهی تازه کبابی رو بعد از اینکه استخونش رو جدا میکنن میذارن وسط نون و روش پیاز و لیمو میریزن. یه ترکیب ساده ولی خیلی پرطرفدار. میدی دلما یا دلمه صدف که با برنج و گوشت صدف و سبزیجات پر میشه و با مقداری لیمو خورده میشه، از رایج‌ترین غذای خیابونی استانبوله که معمولا تو دکه‌ها یا چرخ دستی‌ها میفروشنش. غذای بعدی اسمش برگر خیسه که تو عرضه فروشی خیابونی فروخته میشه. اینو برگرها توی سس گوجه غلتونده میشن و یه ترکیب خوشمزه رو به وجود میارن. ولی به خاطر سایز کوچیکش بیشتر به عنوان میان وعده مصرف میشه تا غذای اصلی. خوراکی بعدی که توی پاییز و زمستون زیاد تو استانبول دیده میشه کستانی یا شابلوت کبابیه. اول بلوطا رو روی حرارت مستقیم میذارن تا پوستش ترک بخوره و داخلش نرم و شیرین شه. میگن این شابلوتای کبابی پر از خاصیت و کلی هم مقویه. ایده یه نون قایقی شکله که روشو با پنیر، گوشت یا تخم مرغ پر میکنن بعدش تو تنور میپزنش. بعدی لامعجونه که خیلی شبیه پیتزا خودمونه. مخلوطی از گوشت و مواد مختلف که روی خمیری نازک پخته میشن. و اما تانتونی گوشت شاخ کرده رو با ادویه توی کلی روغن سرخ میکنن و لایه نون نازک مثل لواش میپیچن. باور کنید یکی از خوشمزه‌ترین غذای استانبول همین تانتونیه. ستاره غذای ترکی همین اسکندر کباب. برقای گوشت لذیذ دونر که روی نون پیتا میذارن و روش سس گوجه و کره آب شده داغ میزنن. کنارش هم ماست شکیده سرو میشه. به جرات میتونم بگم اسکندر کباب از لذیذترین غذاهای ترکیه است. کباب آدانا یا همون آدانا کباب تقریبا شبیه کباب کوبیده خودمون که گوشتش با مقدار ادویه و سبزیجات مخلوط میشه و بعدش به سیخ میکشن و به صورت لقمه‌ای توی نون نازک میپیچن. مگه میشه بری استانبول و باقلوا نخوری؟ استانبولیا بیشتر باقلواشون رو تو دو نوع پسته‌ای و گردویی درست میکنن که نوع پسته‌ای طرفدارای بیشتری داره.
کنافه هم از معروف‌ترین دسرهای ترکیه که از رشته‌های بسیار نازک درست میشه و با کره و شکر پخته. وسطش هم پنیر کشدار محلی یا پنیر موتزارلا میزنن و بسیار هوس‌انگیزه. تو این ویدیو ما سعی کردیم محبوب‌ترین خوراکی استانبول رو بهتون معرفی کنیم. حالا شما اگه پیشنهاد بهتر دارین خوشحال میشیم تو کامنت ها با همون به اشتراک بذارید. لایک و سابسکرایب یادتون نره که قراره تو ویدیوی بعدی کلی لوکیشن خوراکی‌های باحال بهتون معرفی کنیم.